از ادایی ترین تا خاکی ترین املتی معروف تهران. مستر املت شماره 4 این جدول. نه خیلی ادایی نه خیلی خاکی، یه چی بینشه. حدود 15 مدل املت مختلف داره که سطح قیمتیش واقعا بالاست. میگن املت قارچ و گوشتشو بخوری تا مدت طولانی دیگه گشنت نمیشه. آشپزخانه برادران جزو ادایی‌ها در جایگاه دوم. اینجا مثل بقیه تو ظرف روحیه گرد بهت املت نمیده، ظروفش یه بار مصرف فویلیه. حجم املتاش بسیار بالاست و هر چیزی که فکر کنی رو با تخم مرغ ترکیب میکنه و انواع املت با حجم بالا بهت میده. سفره‌خونه سنتی عمو هوشنگ جزو خاکی ترین هاست و رتبه پنجمو گرفت. بیش از 100 سال تأسیس شده. رنج قیمتیش متوسط رو به بالاست. دو تا آیتمش خیلی معروفه، املت و قیمه. قبلا خانم‌ها اجازه ورود نداشتن، اما امروزه خانم‌ها هم میتونن جزو مشتریاشون باشن. اغذیه مقدم تقریبا ادایی در جایگاه سوم. 3 تا مغازه کنار همه که ساندویچی مقدم رو هم شامل میشه. میگن آقای مقدم هوای مشتریاشو خیلی داره و فاز خوبی میده. دائم واسه چای رایگان میاره. مدل سفارش دادن با کیوسکه که میری داخلش و شماره‌تو میزنی و وایب باحالی داره. و برسیم به ادایی ترین املتی معروف، صبحانه سرای دنجی در جایگاه اول. یه محیط کوزیه که وایب کافه املتی بهت نمیده. فضاش کوچیک و کاملا اداییه. آخر هفته بری یه ساعت تو صفی و رزرو هم نداره. میزهای جمع و جور به هم چسبیده‌ای داره و قیمتاش هم معقوله. کیفیت واوی نداره اما مناسب دیت‌های دو نفره و ادابازیه. و در نهایت خاکی ترین املتی کل تهران، سرای علی یا همون علی املتی در جایگاه ششم. خیلی‌ها میگن خوشمزه ترین املت کل تهران میده. تو کره زمین کسی اندازه علی تخم مرغ نشونده. امتیاز 4 و 4 اسنفود از مجموع 20000 رای مهر تایید کیفیت این املت سراست. سطح قیمتیش پایین و ارزون و حجمش هم واقعا بالاست. از شیرینی فروشی تا کافه و رستوران، مقایسه همه‌شون رو بهترین رو انجام داده. واسه قبل ببین